سلام، خیلی خوش آمدین در اولین قسمت از مجموعه برنامه‌های BTP Tube. در BTP Tube ما اینجا تنها نیم، بلکه همیشه یک مهمان همراه خود داریم. روال برنامه ای رقمه که مهمانایی که در اینجا داریم از نام اصلی خود اکثرا استفاده نمونن و هویت خود با یک نام مستعار یا یک لقب ادامه میدن. بنابراین برید که بریم به طرف مهمان برنامه امروزی. خب جناب ما خیلی خوش آمدید در برنامه. تمام مهمان عزیز ما خطوره کمتون میشناسم، ولی یک معرفی که دوستان که چند چیزی ضروری و غیر ضروری در مورد خودتون بیننده های عزیزی که ما را از چینل BTP Tube بیننده هست آقای نبی‌زاده هست و خیلی خوشحال هستم که در برنامه شما آمدید. آقای نبی‌زاده خود خبر کنید سن سال گیر میگه چند سال هستی؟ رای راست که پرسان کنی ما نظر چند ساله باش؟ 20 یا کلم هست؟ نزد برمزده برادران عزیز، ما معلومات بدیم که چون که برنامه روی مسائل هزارگی هم جناب از مالستوی شریفه خود ما سالهای سال قد مالستانیا شیست برخواست که خیلی مردم گل مخصوصا آقای نبی‌زاده خیلی آدمی گل و خیلی دوست داشتنیه. خب آقای نبی‌زاده خیلی مالی خوب شد که یک شناخت بین از ما شما و بین دوستا ایجاد شد که دیگه از پاس رو بسیار رونده ها دید نفتی که آقای نبی‌زاده شد. خلاصه بیشتر از این در کبیرگویی هم کار خوبی نیه. بید که بریم طرفی برنامه اصلی. برنامه هزارگی ساز. خب برادران و دوستای عزیز، بیننده های نهایت گرامی، برنامه هزارگی ساز. حال بید بفهمیم که برنامه هزارگی ساز چی هست. بر اساس امی هدف که ما در کانال BTP Tube داریم که یک ما فرهنگ هزارگی را مردم معرفی کنیم یا فرهنگ رشد بدیم، تقویت کنیم به فرهنگ. به خاطر امی ما آمدیم یک کار کنیم. خب جوانا آقای نبی‌زاده اصلا خیلی دیگه آهنگای دیگه زیاد گوش میدن، نه؟ در کنار از آهنگای ایرانی هم گوش میدن، خیلی از یا آهنگای خیلی خوبی و خیلی زیبا خوندن. ما دیدیم در کانال BTP Tube امی آهنگای ایرانی را اما مدرگی جور کنیم، یعنی که متن آهنگ ایرانی فارسی را هم دیم تبدیل کنیم به فارسی هزارگی. و آقای نبی‌زاده عزیز اینجا قرار بلده شما یک کار کچک کنن که وی یکی اینمی آهنگ اجرا کنیم و شما دوستا هم قطعا در نظرات خود بگین که آهنگ چی رقم بود، خوب بود نبود و اجرای آقای نبی‌زاده هم نمره بیدید. خوش نماد مثل امو برنامه قدیم بود، برنامه ستاره افغان نمره بید از 10 آقای نبی‌زاده چند گرفت یا مو گپایی را که قدیم گفتن که هم در سور بنمندی که در لای بنمندی. خب اصلا این گپا بود. شما کوشش نظرات داشته باشید و قطعا خدمت همکاری که این آهنگ اگر خوب بود خوب اگر نبود بندید ما بگیم که چه جاهای ذخیره داشت. خب برید بریم به طرفی برنامه. متن آماده، صدا هم آماده میشن و مهمانان گرامی آقای نبی‌زاده عزیز میخوانم و های گرامی هم باید تشخیص بده که این آهنگ ایرانی کدام آهنگ ایرانی هست و خواننده زی کیه. برید که بریم به طرفی هزارگی ساز. خیلی خوش داریم یالی قط و قطی بشم یک جای بگم تو را دوست داریم بگی خیلی بجای خوش داریم به خبرک مرا تو تختنی وقتی ما پشم کالای خوره بگی کجا مثلا رو منزوم کنی بوم بوم کنه قدمه مثلا تو لچ کنی را کچ کنی از من مثلا شب ما را تو روشل کنی هر شب مثلا باریش کنه چتری باز نشه ما تو یعنی کل دنیا صدماتو یعنی دوری از ما بد ما خب
بیست و حال مبد در کل مگر مشیم از هم زدن تو یعنی کار دنیا صدمات تو یعنی دوری از مبد ما خود بیست و حال مبد در کل مگر مشیم از هم زدن. این مشکل وسطی آهنگ اسمونی دوستش دیکلمه میده. خب خیلی زیبا تا اینجا رفت ببینیم در ما امویم که خندم و کدم ده عاشقی عاشق تو شدم تو که همو چی عاشقی اگه آسم و از و بالا بیازمی I only love you همی ما تو یعنی کار دنیا صدمات تو یعنی دوری از مبد ما خوب بیست و حال مبد در کل مگر مشیم از هم زدم ما تو یعنی کار دنیا صدمات تو یعنی دوری از مبد ما خوب بیست و حال مبد در کل مگر مشیم از هم زدم. دادن بنگ 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 قالی به مدخته. خب دستا شاید نه چیزی خب دستا قسمی که شنیدیم دیگه مو زحمت کرد ولی حالا اینکه خوب اجرا کردن نکردن چند نمره میگیرن و شما چی نظر دارید؟ پورا نتابخش نظرات خودتون نسیم بگویید که چی گپ ها بود، خوب بود، نبود و چطور بود اصلا در کل. منتظر هستیم که ببینیم نظر شما در این مورد چی بود. خب این از برنامه هزارگی ساز برنامه تصمیم در آینده هم داشته باشیم. پس اگر شما میخواین که یک آهنگ ایرانی را که شما دوست دارین و نظر شما یک مورد تبدیل به هزارگی قطعا در کامنت ها در بخش نظرات بگین که در آهنگ دفعه بعدی با یک مهمان دیگه یا شاید یکی دیگه قطعا که آقای نمیزاده میاد چطور میتونیم آیا میتونیم نمیتونیم و برنامه بعدی انشاءالله یک آهنگ دیگه برم بر اساس نظرات شما داشته باشیم. خب رسیدیم به بخشی که ما خیلی رو دوست داریم، یعنی بخشی هزارگی بلد. خب این بخش چی رقمه؟ در این بخش خیلی خلاص و ساده بلدش میگم که از مهمان عزیز و گرامی خود ما یک چند دانه لغت هزارگی سوال می‌کنیم و مهمانم آقای نبیزاده عزیز امروز باید جواب بیده این لغت‌های هزارگی را، یعنی که معنای از رو بگن و در کنار از اون باید یک چند دانه مترادف پذیره به زبان‌های دیگه مثل ایرانی اگه بلد بود یا تاجیکیش اگه بلد بود یا اصلا اگه انگلیسی و زبان‌های بین‌المللی بلد بود که بیخی خوب و باید مترادفاش باید لازم بگن. پس بریم چند تا لغت هزارگی از آقای نبیزاده سوال کنیم ببینیم آقای نبیزاده چقدر هزارگی بلده. آقای نبیزاده آماده؟ خب لغت هزارگی اول لغتی زین را معنا کنید امون رقم که در پارچه امتحان میمون. یک گردک بلد می؟ گردک؟ قطعا شنیده و خیلی همه ما شما این لغت شنیدیم. اگر معنایش بلدی یا اگر نمیتونی بیان کنی میتونید جمله استفاده کنی که راحت تر بیان کنی. مثلا چی بلدی؟ لغت گردک بلد نی؟ چیه؟ به نظر شما کسی که لغت گردک بلد نیه چی بگیم دم زیادم؟ لغت گردک ما اینو در جمله مثلا یعنی تلفونی گردک هست یعنی منظور که مثلا بیرون؟ نه یعنی دوری یعنی مثلا یک چیز دیگه بگیم که یعنی مثلا یعنی شاید نسبت به دوستان دیگه گردک تره ریزه تره؟ آفرین. اما این هم بعد سالهای سال توانست یک لغت کشف کنه معنایش را. بله واژه گردک به معنای ریزه این ریزه در
دیگه از زبان ها چی میشن؟ ریزه خود خورست ایرانیش چی میگن؟ ایرانی کوچولو نمیگن؟ کوچولو آره خب خلاصه این که واژه اولی بود گردک به معنای ریزه یا مخور یا کوچولو واژه دومی امیدوارم که اینو جواب داده بید مونتی یعنی میدان یعنی مثلا از باید میشه مونتی درسته میده قیچی یا هر چی درسته واژه دوم مونتی یعنی قیچی دوی از هم جدا کردن دو بخش کردن در دیگه زبان ها مونتی واژه متوجه چیه؟ در دیگه زبان ها مهم پارش ولی جمله های از دیگه کسی در دیگه زبان ها داری نه مونتی میشه قیچی کردن مونتی کنیده تارو مونتی تارو قیچی ببر کره یعنی سخته کمر آماده هستی؟ غوج به معنی چکری به اینه دیگه توقعش نداشته ولی ماشاءالله خوب جواب دادی لغتی چهارم قف یعنی اینو به خود داری کدام قف میمون قف هم با نه قفی که از پودر و صبحی تو نه یا از شم قف مثلا قف الغا دیگه قف من کامرامن میگه قاف میگیم ولی چرا میگه قاف معنایش دیگه قف دیوار نه دیوار قف نمیشه قف الغا اوه سیشن یعنی فهمیدیم قف الغا معنای قف زمین قف بخوایی مترادف چی میشه زمین روی کف همین چی میگه بوین انگلیسی کف چی میگه واقعا چی انگلیسی هم بلد نیستش کنم خب بریم طرف لغت بعدی این هم آسان‌تره کمان انشالله تودرس لغت ازشین تودرس رنده های عزیز تودرس مثلا تودرس این میجمدیم یعنی زود کردم؟ نه درو مستقیم هم دم؟ مستقیم تودرس یعنی که مستقیم یک کار کنیم مثلا میگه ما رفتم هم دم مستقیم میگه آفرین ما تودرس رفتم سنی درس خوندم تودرس مستقیم مثلا انگلیسیش چی رقم میگیم؟ سرلی نه سرلی یک زبانی میشه directly یک چیزی میشه مثلا ما انگلیسی بلد نیست کنم بلد خیلی انگلیسی این عربی صراط المستقیم صراط المستقیم رفتی خب شهشون اینه که بلد دیگه شاید بیخی یعنی کلگی اسم درسته بیخی رو پاک بلد دیگه پاک بلد نیست که واید است که بلد نبود از رفتنش یک چیز دیگه دارن به نام بیخ یعنی پهلو بیخ همون ریشش مقام نبود ریشش هم مقام ما بعد زیاد از بیخ بکن نه این از ریشه بکن بیخ پهلو هم میشن مثلا بیخ ششتم بیخ کنده اونو که میگن بیخ کنده و به خاطر از اینکه ریشش کنده خب بریم لغت بعدی چاقو چاقو چیه؟ معلوم بود پیشونی نه پیشنه باش نکرد چاقو میگه دیگه اینی نیر چاقو هم نه او بچه اینی ها مو خود یکی ریش سفید ده یک چاقو سفید خب نمشه پیشنه سفید ده اینی نیست چاقو یا همون چاقو میگه شاید چاقو همون شد برو خانم وقت کسایی که از جمهوری مرسی میشه چاقویش هم معلوم نیه که از دیگه مردم چاقویش از یا بوده پیش نیست یارا اشتون این یکی چیه؟ چوله این چکری چوله سلاخ آفرین چوله اگران کنجی گوش اگر سلاخ موش چلی موش سیه موش
نوگون یعنی دیگه اکثرا رو بلدیم لغت مشهوره دیگو یعنی کارنده کارنده نه مو کس مثلا نه مثلا کاملا نکنیم مثلا کارای چی بشه دیگو از کدام واژه هم بکنیم زفته کمی که فکر کنیم دیگو چیه مثلا دیگه قوم دیگو دیگو چون از کدام لغت هم بکنیم زفته کمی که ریش دقت نمی‌فهمیم دیگو از دهقان اونو قوم دیوار قوم دهقان یعنی مردم متمدن است در جایی که اصلی نامشون نگاه کنند و قوم دیگو قوم دهقان میگن البته هر چی که خودنشی قطعا که گپش راست آخرین واژه آخرین لغت خیلی اصلا برو پناه با خدا کوله سر منید کوله البته مترادی فضی بندد یا کجا ها چیه؟ کلاه کف بینیستم بیرون نیه هرچ کدام میشه کلام شد؟ کف کلاه دیدامه خلاصه که این بود از لغت‌های هزارگی که از جنابی نبیزاده سوندیم ندیده چند دانش جور داده تنستیم تقریبا همه ایش رای هیچ شد دوسته دانش شد دو دانه دیگه شد من شد خب آقای نبیزاده از 10 لغت هزارگی تقریبا همه ایش را جوابی درست داد دوستانی که این ویدیو رو سگیدیم چند دانه زیر شما بلد بدیم و در کنار از اینکه همونجی که بحث اینجا پیش آمد که چاقو کجا میشه شما در منطقه خو همین لغتایی که اینجا گفتیم شما چی میگین و چه تفاوت‌هایی هست قطعا این را در بخش کامنت از ما بگین که بر علم لغوی از ما و جنابا افزوده شد بتونیم در برنامه‌های بعدی امور با واژه و معنای درست دقیق چی بگیم و همچنان اگر ریشه بعضی از لغات اگر بلد بید قطعا از ما بگید که ما می‌فهمیم. خب برنامه به اینجا رسید و قطعا ما از مهمان عزیز آقای نبیزاده عزیز خیلی تشکری می‌کنیم خیلی خوشم میاد برنامه رو به پایانه واقعا خیلی دیگه خیلی خوب است که وقت رو گذاشتید دوستان عزیز چینل BTP تیوب نمایانگری مثلا هزاره ها آهنگ ها و تمام مثلا فرهنگ هزاره ها رو برنامه‌اش میگذاره اگر خواستین چینل BTP تیوب رو سابسکرایب کنید و از ویدیوهای بعدی ما لذت ببرید. خیلی ممنون عزیز دل. امروز کم که جناب گفتم تمامی تلاش از من که می فرهنگ را نهادی نکنیم یا یک رقم است که مردم کوششن که وقتی گپ میزنن این گپ از ریگی نیه. حالا بعضی ایرانی گپ میزنن که اگر قیدم نگه ایرانی قیدم نمی‌کنه در ایران است خونه‌اش نیه ولی بعضی در کابل حالا بعضی کابلی گپ میزنن بعضی رقم ترکیه گپ میزنن و این مشکل نداره ولی در کل اگر بیم ما همین هزارگی خود گپ بیم به نظر من در زیبایی‌های ملت خو افزوده و زیبایی‌های کشور عزیز خو افزوده و قطعا خیلی خوبه و عزیزای دل اگر تا به حالا این چینل این کانال را سابسکرایب نکردید قطعا ایمیالی لینک دارید راست میگم سابسکرایب نکردید پشیمون میشید اونمو چی میگه نوشته که بنر که چیز کنه همون زنگوله را پیچک کنید اونمو را پیچک کنید که اگر پیچک نکید باز از ویدیوهای بعدی ما با خبر شید. آره یک پیچک کردن از اون کار سخت نیه. نه لایک هم کنید. لایک هم کنید؟ انا با خدا لایک هم مونن انشالله و همچون قطعا نظرات خورد از ما بگین چون که چیزی که برنامه ها رو بهتر مونه و کیفیتش بالا مبره از همه لحاظ اینمی کامنت هایی که ما رو درس میگیم و استفاده میگیم انرژی هم میگیم انرژی مثبت انرژی خب BTP تیوب تلاشی برای معرفی و رشد فرهنگی هزاره ها پس با ما بمونید.